این مرا قماندان سرامنه پرسان کرد که مریض بی؟ گفتم امی تکلیفی که به حساب درس خواندن کمی بی‌حوصله شده بود. گفتم دو سه مرتبه پیش دکتر بردم که زیاد درس خوانده اعصابم فشار اومده سرش. خب برای چطور بگو کی تکلیف روانی داره. یعنی می چیزی که برتان میگم یک کلمش به ذات خدا دروغ و درم نیست. تو پرسان کرد که چطور است و گفتم برش تکلیف روانی داره. خب او راپورتاژ خلاص شد. استاد قماندان دست ما سر بیشاره راست من گفت خودت مردیت میگی در هر جایی که هست در شفاخانه است در تبعلیش تسلیم میشی. بچه کاکا داری، بچه ماما داری، بچه خاله داری، خب و چوب اینا رو میگیری مردیت میبری هر جایی که دفن میکنی که کس نفت. از کجاست که گفتم از ولایت کاپیسا. گفت ابیم شو فامیلتا انتقال میدی اما تو که پلیس نتانست از دختر دفاع کنه من از تو دفاع کنه نمیتونم. اینا روی این طرف قبله است که من یعنی یک کلمه کم زیاد نمیگم براتان. من مسلمان هستم.